چو کفر از کعبه خیزد، پس کجا ماند مسلمانی؟ یک، کسی که از محرمات اکلی و شربی و جنسی دوری، یعنی احترام بگذاره به حکم خدا. خدا میگه شراب حرام شد، آبجو حرام شد، عرق حرام شد، هر چی مرد میکنه حرام شد، دخانیات حرام، دخانیات حرام، دخانیات حرام. چشم ممکنه ما سیگار میگن چه سیگار میگن چه سیگار میگن چی؟ من آخوندی که سیگار بکشه استاد ما فرمود ما هم دوستش نماز نمیخونه، دوستش نماز نمیخونه، دوستش نماز نمیخونه، عادلش نمیدونیم، عادلش نمیدونیم، عادلش نمیدونیم. دود یعنی چه؟ دود برای ذهن حرامه، 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 ضرر داره، ضرر داره، ضرر داره. حق نداری سیگار بکشی، حق نداری سیگار بکشی، حق نداری سیگار بکشی، حق نداری قینون بکشی. بریزید دوری مزخرفات، مزخرفات، مزخرفات. همون شد. شالیت عرق دست بگیری، شالیت عرق دست بگیری، شالیت عرق دست بگیری به همون اندازه بده که سمتیدینی تو جیبت پیدا بشه. این هم صورت. سیگار تو جیبت باشه، سیگار تو جیبت باشه، سیگار تو جیبت باشه. این هم بده. بریزید دور. خود آیت الله لزما خویی دیگه از مراجع بزرگواری است که همه قبولش داریم، با سلایق مختلفی که الان تو حوزه های ما هست در میان علما و غیره. آیت خویی رضوان الله تعالی علیه مقبولیت عمومی دارد. همانطور که آیت الله قزوینی می‌فرماید، آیت الله خویی از مراجعی است که تمام اقشار و طوایف شیعه وی را قبول دارند و به مرجعیت وی اذعان می‌نمایند. پس جناب آیت الله خویی و آیات اعظام، حالا فهمیدید تمام عقلای جهان بر مضر بودن سیگار و تبغ قلیون اتفاق نظر دارند، چون هم ضرر مالی دارد و هم ضرر جانی. طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، در هر 8 ثانیه 1 نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد. و شریعت اسلامی نیز بر حرمت دود سیگار و امثال آن که مست کننده و سست کننده و اسراف است تاکید دارد. ایشان کاملا راست میگوید. انسان باید در برابر حکم الله از دل و جان تسلیم باشد و چشم بگوید. اما متاسفانه بعضی از این آیت الله ها چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. کاملا درسته. امثال این آیت الله طبق فتوای استاد حجت الاسلام دانشمند نه عاقل هستند و نه پشت سرشان نماز درست است. عجیب این که بعضی روحانیون علاوه بر قلیون و سیگار تریاک و شیره هم میکشند. مثلا اینها پیرو اهل بیت هم هستند. الله متعال میفرماید ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعمتهای پاک را برایشان حلال می‌گرداند و ناپاکی را بر آنان حرام می‌نماید. پس عالم بی عمل چون درخت بی ثمر است. و الله متعال می‌فرماید أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟